سلام دوستان، این بار با ربات ماین ریپل اومدیم خدمتتون. اولش که سلام. بعد اینجا روزانه $2000 میتونید در بیارید ازش که مستقیم به تراس والت میره و از اونجا میتونید انتقال بدید به کیف پولتون. خب اینجا چنل داره، چنلش هم که باید عضو شید، بعد برید توش. بعد اینجا وارد ربات میشین تا ببینید من چقدر در آوردم. کاملا واقعی. یکم طول میکشه تا بیاد بالا. خب اینجا میبینید که من 898 ریپل دارم که معادل $2000 و خورده، تقریبا $2000. خب اینجا میاد پایین، اینجا یه بوست چنل داره، یعنی اینکه میتونید افزایشش بدید، ولی الان من ندارم. 6 تا میخوام برای بعدا میشه 200 تا، الان 200 تا بیشتر ندارم. خب اینجا GMC رو داریم. GMC بچه این 5000 تاش، ببینید اینجوریه، میاد شما تو بوستر کورای 9 رو میزنید، اینجا 5000 تاش حدودا 10 گیگاهرتز بهتون میده. 50000 تاش 100 گیگاهرتز، 1000 تاش 500 گیگاهرتز که زده. این 30 روزه، مثلا روزانه 99 ریپل، کلن 2998 تا. اینم که روزانه 30 تا، 30 روز، روزانه 14 و در کل 400 میشه. ولی این معمولا بیشتر اینا هم کنید. اگه خواستید اینا رو بگیرید خیلی باید GMC جمع کنید، چون که یا میتونید مثلا 10 تا تون بریزید، 50000 تا میشه، حدودا میشه $40 و این GMC رو دریافت کنید و بیاید اینجا 100 گیگاهرتز رو اجاره کنید. 100 گیگاهرتز خیلی بالاست. بعد شما میتونید دستتون رو نگه دارید. دستتون که نگه دارید این سرعتش خیلی بیشتر میشه. الان مشاهده میکنید. خب اینجا اسپانسراشو گفته: پارتنز، تلگرام، والت، تتر، تون، بیتگت، ونک، تیک تاک، اوکی اکسچنج، کینگز فیو، یوتیوب، بیانسی. خب اینجا من الان $1966 دارم و اینجا میاد آدرس والتتون رو میزنید. بهتر اینه که بیانسی باشه، خیلی بهتره، چون اسپانسرشون هم هست، بهتره. تراس والت زیاد خوبه، ولی تراس والت هم اشکال نداره. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. لینکش هم گذاشتم تو کامنت اول یا دیسکریپشن. See you later.